یه سری مسافر و حشرات از همه این کشورهایی که رد شدیم همراهمون آوردیم. 1200 کیلومتر راه داریم تا مرز بازرگان. این دوتا رو نگاه کنیم اومدن کجا خوابیدن آخه. دوباره شب شد، ما شبا رانندگی نمی کنیم. نوشته که حموم تاریخی پاشا. خب بعد قشنگ معلومه شبیه مسجد بیشتر تا حموم. توش خیلی وحشتناک بود، اینجوری دالون بود، ولی واقعا وحشتناکه، ترسناکه. این مسیر رو تو شب نیاید. کباب. سلام، صبح بخیر. ما دیشب اینجا نزدیک استانبول خوابیدیم. الان میخوایم حرکت کنیم بریم به سمت آنکارا. بریم جمع جور کنیم راه بیفتیم بریم ها. ما راستی یه سری مسافر و حشرات از همه این کشورهایی که رد شدیم همراهمون آوردیم. بلاکو ببینید چه وضعی داره. حالا تازه من دیروز شیشه رو تمیز کردم، اینا جلوی ماشین پر از این حشرات، مخصوصا رو پلاک سفیده دیده میشه. خب خوبه، بذار من بغلش تنظیم کنم بعد ببندیمش. توی پمپ بنزینای ترکیه هم میشه لاستیک رو باید بزنی و همین امکان داره که آب برداری. ما داریم میریم به سمت استانبول و از اونجا میریم به آنکارا. اینکه چرا تو استانبول توقف نمی کنیم و اینجا توضیح بدم. ما سال پیش استانبول بودیم، 3 هفته استانبول رو گشتیم و همه جای دیدنشو دیدیم. یه دلیل دیگه‌ش هم ترافیکشه. الان ما وارد استانبول بشیم 2-3 ساعت ترافیک داریم، وقتمون الکی هدر میره. دیگه خبری از اون آسفالتایی که ما توی مسیر دیدیم نیست. حالا دیگه چالش میگاه داره شروع میشه. بازم اینم خوبه. دیروز که از مرز ترکیه وارد شدیم، برای گرفتن سیم کارت رفتیم به اولین شهر مرزی. چیز جالبی که خیلی به نظر من اومد این بود که ترکیه رو واقعا باید اسمشو بذارن کشور مرکزی خرید. خیلی پاساژهای بزرگ داره. حتی توی شهر کوچیک لبمرگ ما توی خیابون شاید 3 تا 4 تا پاساژ خیلی شیک آنچنانی که توی اروپا پیدا نمیشه. خیلی پاساژهای قشنگی دارن. بیرای بیشتر نصف مسیر اومدیم. آره رد کردیم. نه دیگه نصف مسیر اومدیم. فقط نصف مسیر؟ توی تمام مسیر یه آهنگ تو مخ من داره هی میگوه. چی؟ دارم میرم به تهران. بیش از اندازه خوشحالم از اینکه دارم میرم به تهران. توضیح کوتاهی بدیم راجع به عوارض اتوبانا توی ترکیه. آره من از آلمان که داشتیم میومدیم چک کردم کشور مختلف ببینم چجوریه، توی کدوماش باید داخل اتوبان عوارض بدید، توی کدوماش باید از قبل بخری. بعد ترکیه رو زده بود که عوارضش توی اتوبانه ولی خب همش با دوربینه، یعنی جایی نیست که شما وایسی پول بدید. بعد به خاطر ما رفتیم یه جا یه پمپ بنزینی سوال کردیم ازشون که کجا میتونیم عوارض بخریم، برگه عوارض بخریم که دیگه نیاز نباشه تو اتوبان جای وایسی. به اون گفتن که شما چون ماشینتون پلاک ترکیه نیست نیاز نیست اینو بخرید، شما دوربینا هر اتوبانی که رفته بودید رو چک میکنه، هزینه‌هاش مشخص میشه. بعد موقعی که از مرز خواستید خارج بشید اونجا میرید همه رو یه جا پرداخت میکنید و میرید.
البته اینم هم بهش اضافه کنم که کسایی که پلاک ترک دارن یا کاپوتاژ میکنن توی ترکیه پلاک میگیرن داستانشون فرق میکنه. اونا باید این عوارض خروج مثل همین برچسبایی که ما تو کشورهای دیگه خریدیم برچسب رو بخرن و بچسبونن به شیشه که اون برچسب هم یا میتونن از لب مرز تهیه کنن یا پمپ بنزینای شل توی شهرها دارن. چیزا هم دارن این جایی که استراحتگاه بین راهی اونا هم دارن. از دور داریم شهر استانبول رو میبینیم. معلومه تو فیلم اگه من نیست چرا اون برجاشون وسط معلومه یکم بهه شاید هم گرد و غباره. یکی از قشنگی های هزینه ای این سفر اینه که ما یه مسافت خیلی طولانی رو توی ترکیه برطی کنیم و بنزین خیلی ارزونتر از جاهای دیگه بود. یه یورو 26 درسته؟ خیلی هم ارزون نیست ولی خب به نسبت جای دیگه ذره ارزون‌تره. آره ولی باز حداقل خوبیش به اینه که این مسافت طولانی که اینجا باید برید تقریبا 3 روز ترکیه هستی قرار نیستش با اون بنزین طی بشه. آره دیگه ذره تو هزینه‌ها به نفع. البته یه حرف قشنگ هم بهنام زد این که بیشترین مسافت ما تو ایران داریم که خدا رو شکر پول بنزین ایران خیلی ذهنمون رو درگیر خودش نکرده. تو که دیگه خیلی ارزونه مفته اصلا بنزین تو ایران مفته برای ما آره ولی برای بچه‌ای که کیفه. ایران کار میکنن و آره. سر با ماشین تو راهن فکر کنم برای اونا هم مفته به نسبت کشورهای دیگه. ما هم خوبی ما هم مدت ایران بنزین می‌زدیم که کی اون فشار میاد. آره به بنزین واقعا فکر نمی‌کنی. توی جاهای دیگه مثل آلمان واقعا سعی می‌کنی از ماشین خودت زیاد استفاده نکنی چون واقعا بنزین گرونه و مصرف سوختت خیلی میشه در ماه. البته این کیفیتش حساب نکنی ها. این عوارضی‌های ترکیه است که هیچ جایی نداره شما بتونید برید پول پرداخت کنید. دوربین پلاک ماشین رو میگیره و روی پلاک ماشین عوارض میاد براتون. همونجوری که بهنام گفت ما این عوارض رو انتهای سفرمون از ترکیه به ایران پرداخت میکنیم. فرودگاه استانبول هوالیمانی. باز نشد. اطلاعاتی که ما از اون پمپ بنزین گرفته بودیم کاملا دقیق نبود و بعد ما متوجه شدیم که توی یه سری از عوارضی‌ها گیت اتوماتیک باز نمیشه و وقتی شما به این عوارضی‌ها رسیدید باید دکمه سبز رنگی که روی باجه هست رو فشار بدید و یه تیکت بگیرید تا بتونید توی عوارضی بعدی عوارض اون اتوبان رو پرداخت کنید. خب دریای سیاه هم معلوم شد. اون انتهای کشتی ها رو میدیدید. اومدیم اینجا پمپ بنزین بزنیم به ماشین. من میخوام برم حساب کنم این دوتا رو نگاه کنیم اومدن کجا خوابیدن آخه جلو در ورودی پمپ بنزین. ما صبحونمون خوردیم. خواستم اینو بگم که رستوران‌های بین راهی توی اتوبان‌های ترکیه واقعا کیفیت غذاشون خوب بود. خیلی خوبه. خیلی کیفیت غذا خوب بود. هر یه پرس سوژوک تخم مرغ هم 140 لیر بود. فوق‌العاده خوشمزه بود جای همین خالی. خوردیم به درای بسته. 135 لیر. به عوارضی از همون گرفتیم. فکرم بعد از آلمان این اولین اتوبان 4 بانده است نه؟ آره همش 3 بانده بود.
همشون 3 بانده داشتن ولی این اولین اتوبان 4 بانده است که بین استانبول و آنکاراست. اتوبان خوبی هم هست. کنم تازه ساختن ولی خیلی ترتمیز و قشنگ. $145 لیره باید پرداخت کنید، تقریبا 5 یورو. Hi. Thank you. گوله ما یه دونه از این مجموعه‌های بین راهی وایسادیم یه استراحت بکنیم، یه قهوه بخوریم و اینجا بازم این خوشگلا اینجا خوابیدن. هر جایی میری چند تا از اینا هست، یه دونه اینجا خوابیده، یه دونه اینجا خوابیده. آفتاب هم هست قشنگ واسه خودشون دشت کردن. مد نظرمون بود که بریم آنکارا رو ببینیم چون پایتخت ترکیه است، ولی مسیرمون رو دور میکنه به ایران و به قول بهنام فکر کردیم که شماها هر کدومتون بخواید سفر کنید میخواید مسیر مستقیم رو برید، برای همینم ترجیح دادیم مسیر کوتاه رو اول انتخاب کنیم. حالا اگر خواستی میتونیم تو مسیر برگشت آنکارا رو سری بزنیم. مسیر برگشت شاید بریم. آره حالا باز رو مسیر برگشت هنوز خیلی مطمئن نیستیم، اما الان مستقیم میایم به سمت ایران. قهوه استارباکس توی آلمان جزو قهوه‌های گرونه. من الان رفتم بگیرم ولی کارتخانش کار نکرد، مجبور شدم برم از اون یکی ترکیه قهوه ترکی بگیرم. البته همون کاپوچینو رو ولی از قهوه فروش ترک بگیرم. قیمتش از استارباکس بیشتر بود. مد نظرتون باشه اگه اومدید ترکیه به خاطر ارزونی قهوه‌های دیگه نرید استارباکس بخورید، استارباکس ارزون تره. مثل اینکه اون جلوی اتفاق افتاده، ما تو ترافیک بودیم الان داریم بهش نزدیک میشیم. آره بکنم تصادف چیزی شده. اینجا آره هم رو دارن تعمیرات میکنم و شن و ماسر تو خیابون چپ کرده بودن. ازدحام کامیونا از سمت آنکارا به ایران به مرز بازرگان خیلی زیاده توی جاده. این ایران نمیاد، همه پخش میشن تو ترکیه. آره ولی واقعا خیلی و به خاطر حضور این کامیونای عزیز توی اتوبان، آسفالت اتوبان واقعا افتضاحه. 1200 کیلومتر راه داریم تا مرز بازرگان. بهنام چطوری؟ خوبم. خوش می‌گذره سفر؟ آره خوبه. ترکیه خیلی بزرگه. ترکیه خیلی قشنگ بزرگه. 3 روز طول می‌کشه از این سرش برید اون سرش. دو تا شهر بزرگش استانبول و آنکارا بودن. نمیدونم حالا تو راه شهری به پستمون می‌خوره که شهر بزرگی ببینیم یا نه. دیگه اتوبانه دیگه داخل شهرها که نمیرن باشه. مثل کمربندی مانند همه شهرها رد میشه. اون کارخونه سیمانه؟ همکنون کارخونه سیمان آب یک در ترکیه. اگه شما هم مثل ما از آلمان به سمت ایران حرکت میکنید حواستون باشه که توی ترکیه ایستگاه‌های بین راهی توی اتوبان فاصله خیلی زیادی با هم دیگه دارن. حالا اگه از این سمت به سمت از سمت ایران به سمت آلمان حرکت کنید که خب
هیچ مشکلی نیست، چون اونجا فاصله ها خیلی به هم نزدیک میشن. ولی وقتی وارد ترکیه شدید حواستون باشه خیلی فاصله ها از هم دیگه زیاده. خاطر بنزین دیگه. اصلا کلا توی مسیر سعی کنید باکتون رو نذارید از نصف بیاد پایین‌تر. هر جایی که اون بنزین دیدید باکتون هم نصف است، پرش کنید که با خیال راحت همش برید. ممکنه توی مسیری اون بنزین گیرتون نیاد، بعد مشکل ساز بشه. خیلی آسفالت خرابه. روی آسفالت خیابون دریا زده میشیم. میپرس یه میشه روی صندلی ماساژ. داریم میریم ایران. ما رمضونه. حلیم زیاد داره. اینجا که میبینید رودخونه منه. یه چند کیلومتری دارم دنبالش میکنم تا بالاخره اینجا تونستیم بریم کنار رودخونه. آره وسط مسیری استراحت اینجا بکنیم کنار رودخونه و بعد حرکت کنیم بریم. ماشینمون بالا گذاشتیم. آرتور پیاده اومدیم پایین. همه جا یه مسجد دارن. خیلی تعداد مسجداشون زیاده ها. ایرانه چه مسجدایی هم دارن. اینا خیلی آخه مسجداشون بزرگ و چیزه قشنگه. سرعت سواری 82 تا. 85 تا هم نه، 80 تا هم نه، 82 تا. 82 تا، دوتاش مهمه. اشتباه رو می‌کنم. من 83 تا دارم. دوربین داره میزنه. عکس دوربین رو هر 2 ثانیه زده. البته میتونه مثل پلیسای الکیشون فقط تصویر باشه. از سمت آنکارا به سمت مرز ایران داریم حرکت میکنیم و جاده داره به سمت روستایی شدن میره. یه از اون اتوبان‌های 4 بانده خبری نیست. البته باز اینم خوبه. یه 2 بانده فعلا ترتمیز و صاف و صوفه. البته هم از حالا بریم تا کجا اینجوری. کوههای برفی هم مشخص شد اینجا. ارتفاعات ترکیه از آنکارا به سمت ایران. قله‌های برفی از پشت ابرا معلومه. ایلگاز منطقه ایلگاز. چقدر بالای همه رشته کوها برفه. می‌بینیم اهنامون تیکه رو. آره. چقدر دلم خواست بریم اونجا بخوابیم الان. خوبی مسافرت کردن با ماشین ما اینه که وقتی برف می‌بینی به جای اینکه بترسی که سرده الان تو شادر قراره بخوابی، دلت میخواد وسط اون برفا بخوابی، چون هم کیسه خواب گرم داریم هم بخاری درست حسابی داریم. واقعا لذت بخش هم است وقتی تو برف هستی. آسمون واقعا قشنگه. خب بچه‌ها ما بعد از تقریبا 3 ساعت رانندگی از آنکارا به سمت مرز ایران یه جای توی مسیر دیگه دوباره شب شد. ما شبا رانندگی نمی کنیم. تاریک که بشه دیگه شامو میخوریم و اینجوری کمپ میکنیم و میخوابیم. حالا امشب هم توی
پمپ بنزین و یه جایی که رستوران اینا داره شاممون رو خوردیم اونجا تو رستوران. اینجا هم کم کردیم دیگه، صبح هم پاشیم دوباره اینجا بنزین میزنیم و حرکت میکنیم برای ادامه مسیر. امروز که وسایل رو جمع کردیم تصمیم گرفتیم بریم استخر، ولی به خاطر ماه رمضان استخراشون تعطیله. بعد گشتیم توی یه شهری این حموم پیدا کردیم. اینجوری که من تونستم اسمشو بخونم نوشته که حموم تاریخی پاشا. خب بعد قشنگ معلومه شبیه مسجد بیشتر تا حموم. بعد مرجان رفت سوال بکنه ازشون که چجوریه میشه رفت حموم اینا. بعد یه خانومی بود گفتش امروز زنونه است، حالا مرجان رفته دوش بگیره بیاد و تا بعد بریم ببینیم کجا دوباره یه دونه حموم پیدا میکنیم که منم برم دوشی بگیرم. خب مسعودی از حموم در اومد، بیاد برامون تعریف کنه ببینیم چطوری بود حموم تاریخی. چطور؟ خیلی حالات خیلی حالات. من الان خوندم نوشته حموم تاریخی، انگار خیلی قدیمیه. آره فقط نمیدونم چجوری مردونه‌شو برای تو پیدا کنیم که تو هم بری، چون خیلی عالی بود. آره چجوری بود توش خیلی وحشتناک بود، اینجوری دالون بود، بعد همه جا سنگ مرمر، بعد آب داغ حسابی. خیلی مثلا هم ترکی که خود برنمیز کلا اصلا هم ترکی بود. بعد ماساژ و اینا میتونستی بگیری، یه دونم سنگ داغ داشت میتونستی بخوابی روش لش کنی. من تو ماشین بودی زود اومدم. خوب شد نخوابیدی الان اونجا، منم خوابم ببره. امیدوارم تو رفتی تو نخوابی. این عکسای داخل حمومیه که من رفتم. قشنگه تو. آره مسلما نمیشه داخلش فیلم برداری کرد، ولی داخلش این شکلیه. عکس سمت راست یه صفحه بزرگ سنگیه که میتونی بشینی روش تا خوشی. چیزای مختلف داشت دیگه. بچه این چی کوفته ترکیه داره برامون اینجوری درستش میکنه. 2 مدل، هم میتونید کیلویی بخرید، هم میتونید بهش بگید که براتون دروم کنه که تو این دونا میپیچه. ساندویچ میکنه. آره یه غذای هم میتونه با گوشت چرخ کرده باشه، ولی اینی که ما داریم میگیریم وگانه. بعد داخلش کاهو میذاره، سس انار میریزه. کنترل سرعت تو ترکیه، پلیس پلاستیکی. ماشین رفته دارم و هرچقدر به مرز ایران نزدیکتر میشیم خیلی طبیعت ایران میشه، خیلی داره شبیه به ایران میشه. و اینکه تابلو هم داره تقریبا فارسی میشه. کوه ایران یه ذره سرسبزتره. روی یه تابلو نوشته بود ایزوگام ارزان موجود است. ایزوگام گازوئیل ارزان برای تریلیا نوشته بود. حدود 10 ساعت مونده به مرز ایران، مرز بازرگان. حموم ترکی خیلی حال داد، حسابی سرحال شدم. منم که راه ندادم. آره ولی بهنام یه دوش تو طبیعت گرفت. تو چجوری بود چرا راه ندادم؟ دو رفتیم ساعت داشت. آره ساعت داشت، حواستون باشه. الان که ما رمضون، اول اینکه ما می‌خواستیم بریم استخر، ولی استخرها تعطیل بودن به خاطر اینکه ماه رمضان اجازه ندارن سرشون رو بکنن زیر آب و چون اکثر مردم مسلمونن واسه همین استخراشون تعطیل بود. ولی حموم ترکی پر بود، همه اومده بودن وقت بگذرونن
ولی خانم و آقا جدا بود و اون تایمی که ما رسیدیم تایم خانوما بود. ساعت 11 زنونه بود، بعد 11 نه تا ساعت 11 مردونه بود، 11 تا 5 زنونه بود، 5 به بعد دوباره مردونه بود. 12 شب هم باز بود. آره و خیلی جای قشنگ و باحالی بود، خیلی میچسبه اون ترکی، ولی متاسفانه این که جدا از هم بریم. ولی من شنیدم از دوستان که توی آنکارا و شهرهای مدرن ترش هستش. آره هستش هم ترکی که شما بتونید یه دونه غرفه توری برای خانواده بگیری که بتونی خانوادگی بری. آره. اون خیلی بهتره، ولی خب دیگه بهنام لطف کرد و منتظر موند و به من حسابی خوش گذشت. من اومدم تو جاده اینجا وایسادیم و از منبع آب تو ماشین یه دوش حسابی گرفتم. آب گرم کن درست کرده بود در خودش. اولین استفاده از آب گرم کن خودش کرد. داریم میریم به سمت مرز ایران، میخوایم بریم یه جا شام بخوریم. رسیدیم تقریبا توی برفا. ارتفاع خیلی زیاد شده. امشب قراره جای سرد بخوابیم، احتمال خیلی زیاد بخاریمون هم راه بندازیم امشب. ما داریم نزدیک اون جایی میشیم که قرار شام بخوریم، هی داره برف بیشتر میشه. الان دیگه برف باریدن گرفت. مثلا یه گردن هست قشنگه. خیلی وحشتناکه، تو رو خدا مواظب باش. همش میگم ما 60 تا میدیم. ولی واقعا وحشتناکه، ترسناکه. این مسیر رو تو شب نیاید. جاده‌ش هم خطکشی‌هاش همچین میزون نیست. آره. چه معلوم خطکشی. خیلی وحشتناکه. دیگه برف نشسته. آره، زنجیرچرخ لازم نداری؟ ما رسیدیم به شهر ارزینجان، بریم برای شام خوردن. آره دیگه شامو بزنیم و یه جا پیدا کنیم دیگه، امشب هم اینجا استراحت کنیم. بقیه مسیر رو تو روز تا مرز بریم که هم بتونیم فیلم بگیریم هم خودمون هم ببینیم کجاییم. شهر ارزینجان بزرگترین شهری بود که ما از آنکارا تا یعنی به سمت ایران اولین شهر بزرگی که داریم میبینیم. البته شاید şehirler دیگه هم بوده باشه ولی تو مسیر ما نبوده دیگه. İstersen buraya gelin burada çekin. Tamam. Söyle. Ya, ben yardımcı olayım. بچه این کباب ارزرومه، ثبت گینس داره و ما اومدیم توی شهر اسم این شهر چی بود؟ ارزینجان اومدیم تستش کنیم. Közcan kebap. Közcan kebap. بچه این کباب پو اینو هی میاره سر نیز تا وقتی که شما بگید دست دیگه نیار اینجوری. آره. خیلی خوشمزه. شروع میکنی به خوردن، بعد اینجا وایساده دیگه، هر وقت ببینه سیخت خالی شده یه دونه دیگه برات میاره، تا وقتی که بهش نگی نیار همینجوری برات میاره. خیلی خوشمزه است. ولی از مزه‌ش هم بگو. گفتی خوشمزه است؟ یه بار دیگه بگو. بچه ما کبابمون رو خوردیم، برامون یه دسر خیلی خوشمزه آورد. چی اسمشی؟ اگه اشتباه نکنم کونفه است، همون کونفه خودمونه ولی این انگار پنیر نداره. آره فهم می‌کنم. آره با چایی و اینا مجانیه. آره دیگه چایی غذا بهت میدن. چایی که همیشه بعد هر جای میری یه دونه چای بعدش براتون میارن. اینم بهمون هدیه داد. مثلا داری تو خیابون رد میشی یکی چای میاره میده دست. خیلی
خوشگل و بزرگه. البته مثلا استانبول و اینا همش هم شکلی هم، ولی تو این مسیری که ما اومدیم همچین چیزی نبود. یعنی اولین شهری که ما اومدیم. آره بعد آنکارا این اولین شهر بزرگیه که ما داریم میبینیم. خب ما شاممون رو خوردیم، حسابی سیر شدیم، یه عالمه گوشت خوردیم. خیلی خوب. خیلی جالب بود، خیلی سیستم باحالی بود. هر چقدر دلت میخواست میتونستی بخوری. هیم بالا سر نگاه میکرد تا سیخت داشت تموم میشد یه دونه سیخ گرم و داغ میآورد. خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. خوابمون نبرده بریم یه جا برای دقیقاً بریم جای خوابمون رو پیدا کنیم. فکر کنم بعد بخاری رو بس کنیم چون نزدیک برفای کوههایی که روش برف بود سرده بیرون و بعد از بخاریمون استفاده کنیم. دیگه اینم از سفر امروز ما. فردا صبح دوباره میبینیمتون.